بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. محمد، کاروان سالار جهان اخلاق و انسانیت. برنامه‌ای از مهدی سهیلی. تهیه کننده برنامه اسفندیار کشاورز. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. باز هم روزی پرشکوه فرا رسید، روزی که با طلیعه آن خون مردمی، اخلاق و دانش و آزادی و دین و مروت در شریان آفرینش جریان یافت. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدری که با ظهور بزرگترین، خردمندترین و مصلحترین مرد عالم بشریت کائنات فریاد زندگی سر دادند. در زمانی که شرف در پای نامردمی و فضیلت در راه سرقت و چپاول و حقیقت در پای شیطنت و ملعنت قربانی میشد، دست پیامبر بزرگوار بود که زنگ تحول و ظهور آیینی نو را به صدا درآورد. او برخاست تا اخلاق از پای ننشیند. او از خدا دم زد تا بنیان بت و بت پرستی فرو ریزد. نشانه برتری را به مدد کلمه تقوا و پرهیزگاری نشان داد تا سپید بر سیاه ننازد و توانگر بر ناتوان نتازد. او از سوی خدا فریاد زد: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تا بنای حسب و نسب و تفاخرهای سفیهانه فرو ریزد و شرف و بزرگواری در گرو اشرافیت نماند. در آیین پیامبر راستین هیچ غنی را بر تهی دست و هیچ صاحب عشیره را بر مرد تنهای غریب و هیچ زورمندی را بر ناتوان مجال برتری و ناز نیست. مگر شریعتی از این استوارتر میتوان ارائه کرد؟ مگر سخنی از این زنده تر، زیبنده تر و جاودانه تر در دنیای شرق و غرب بازگو شده است؟ شنوندگان عزیز،
من عنایت شما را بدین قسمت از گفته‌هایم شدیداً جلب می‌کنم. قرآن کریم پیغمبر اکرم را امی یعنی درس نخوانده می‌خواند و هنوز در جهان اسلام یا اسلام گرایان و دیگر دینان سخنی درباره اینکه حضرت پیغمبر اکرم برای حتی الفبا در پیش آموزگاری تعلم کرده باشد نگفته است و به دیگر سخن همه جهانیان قول قرآن کریم را در امی بودن و درس نخواندن آخرین مقام رسالت تأیید کردند. در اینجا باید پرسید اگر مردی درس نخوانده بزرگترین و زنده ترین کتاب تشریع و دین و اخلاق را آن هم با افصح بیان و زیباترین عبارت یعنی قرآن کریم به دنیا عرضه کند، نام آن را نباید معجزه گذاشت؟ مگر اعجاز غیر از این است که مردانی جهانی و جهانگیر چون شیخ الرئیس بوعلی سینا، محمد زکریای رازی، ابو نصر فارابی، شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، حکیم بزرگ ملا صدرا، ملای روم مولانا جلال الدین مولوی، دانای توس حکیم فردوسی، افصح المتکلمین سعدی شیرازی، لسان الغیب شمس الدین محمد حافظ و هزاران دانشی مرد جهانی دیگر از ایرانی و غیر ایرانی در برابر همین مرد امی چون بندگانی ستایشگر زانو بزنند و خود را امت او بدانند. سلام بر تو ای محمد، ای کسی که دفتر انبیا را مهر کردی و دیوان رسالت به نام نامی تو پایان گرفت. من از زبان سراسر مسلمانان و پیروانت در چنین بزرگ روزی از بن جان و از اعماق دل بعثت و رستاخیز بیمانندت را شاد باش میگویم. ای کاروان سالار مردمی و مردم نوازی، ای کوه وقار و سلطان سریر قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تو در عالم آفرینش بزرگترین پدیده ای و تو آن برگزیده روزگاری که ابرمرد عالم انسانیت حضرت علی علیه السلام به تو ایمان آورد و در سایه تربیتت بزرگترین و شامخترین مرکز توحید و یکتاپرستی شد. ای خورشید کعبه، آهنگ حقیقتت جاودانه ترین افکن است و هرگز نوایش پایان نمیگیرد و این آهنگ حقیقت خیز نام خدا و نام توست که با گلبانگی مقدس بعد از 1400 سال هر نیم روز و هر غروب بر فراز مناره‌های عبادتگاه‌های کشورهای اسلامی 5 قاره جهان تنین می‌افکند و شکوه و جلالتش دلهای تابناک و با ایمان را به لرزه می‌آورد. ای عقل نخستین و ای پیامبر واپسین و راستین، عرض اخلاص و درود پرنیاز و شادباش‌های پرخلوص مسلمانان را در چنین روزی فرخنده و زیبنده پذیرا باد. شنوندگان عزیز، با سلام و درود به مناسبت حلول روز فرخنده مبعث باز افتخار پیدا کردیم که برنامه رو تقدیم حضور شما بداریم. در این برنامه نویسنده و محقق دانشمند آقای دکتر محمد جعفر محجوب، استاد محترم دانشگاه و همچنین شاعر ارزنده و گرامی آقای حسین پژمان بختیاری شرکت دارند و همچنین به مدد گویندگانی عزیز و هنرمندانی توانا سعی خواهیم داشت حتی المقدور برنامه دلپذیر و روحانی تقدیم داریم. جز دانشمند عزیز آقای محمد جعفر محجوب و شاعر گرانقدر آقای حسین پژمان، آقایان فریدون توفیقی و بهمن قربانی گویندگی‌های این برنامه را نیز به عهده خواهند داشت و هنرمندان ارزشمندی چون ایرج، وفایی، سیمین و محسنی
به گرمی این برنامه خواهند افزود. اشعاری که در این برنامه خوانده خواهد شد جز شعر آقای پژمان از آثار مولانا جلال الدین مولوی، نظامی گنجوی و سعدی خواهد بود و در پایان برنامه قطعه شعر تازه‌ای را که این بنده تحت عنوان وحی سروده‌ام تقدیم خواهم داشت. همچنین در جای جای برنامه از نوشته‌های دانشمند گرانمایه آقای سید عبدالرضای حجازی و همچنین کتاب تمدن اسلام و عرب نوشته دکتر گوستاو لوبون، ترجمه آقای فخردایی گیلانی بهره خواهیم جست. خب آقای محجوب، من خیر مقدم میگم که در چنین روزی مبارک و فرخنده محبت فرمودید و به پاس سابقه ایمان عمیقی که شما به خاندان رسالت دارید در این برنامه باز مثل همیشه محبت فرمودید و تشریف آوردید و میخوایم از بیانتون لذت ببریم و شنوندگان لذت ببرن و این شما و این شنوندگان و این هم آستان مقدس خاتم پیامبران. یکی از نکاتی که من در نظر داشتم که غالبا سر کلاس هم مطرح کردم و اینجا البته خیلی به اختصار عرض میکنم این است که ما وقتی اشخاصی رو احترام زیاد براشون میخوایم قائل بشیم اسمشون رو نمیاریم. هر وقت که راجع به پیغمبر اکرم و رسول اکرم صحبت میشده اسم شریف ایشون رو نمی آوردن. مصطفی میگفتن، رسول میگفتن، نبی میگفتن، پیغمبر اکرم میگفتن، رسول اکرم، پیغمبر اکرم، پیغمبر ما، نبی اکرم و امثال اینا. و اگر یه وقت قرار بوده است که اسم پیغمبر اکرم رو بیارن با نعوت و عناوین و القاب، همونجوری که یه بار مثلا در دیباچه گلستان آمده است، در خبر است از سرور کائنات الاخر و بعد شعری و بعد جمله‌ای و اینا همه برای رعایت احترام. و این خیلی زیباتر هم هست که ما وقتی که از پیغمبر خودمون صحبت میکنیم به تعبیر درست گذشتگان بگیم که پیغمبر ما اینطور فرمودن یا رسول اینطور فرمودن یا رسول اکرم اینطور فرمودن. این که از ایشون تعبیر بکنیم به پیغمبر اسلام مثل یه خارجی، یه مسیحی از پیغمبر ما اگر حرف بزنه خب میگوید پیغمبر اسلام به عنوان یه پدیده خارج از وجود او و پیغمبر مسلمانان. ولی ما که خودمون مسلمان هستیم باید بگیم پیغمبر ما پیغمبر اسلام که صحیح نیست بگیم. و دیگر این که گاهی اسم پیغمبر اکرم رو میارن اصطلاح احترام میخوان بذارن یه حضرت هم جلوش میذارن، حضرت محمد اینطور فرمودن. این هم درست نیست، یعنی به خلاف سنت های گذشته ماست و قاعده همون است که عرض کردم که پیغمبر رو وقتی میخوان اسم ببرن با جلالت و عظمت نام ببرن، پیغمبر ما و پیغمبر اکرم. نکته دوم که خیلی شاید اهمیت داشته باشه این است که ما الان در سال 1391 هجری هستیم، از هجرت رسول اکرم 1391 سال میگذره، ولی از بعثت رسول اکرم یعنی از پیدا شدن دین اسلام 1400 خورده سال، 1400 و شاید 2 سال میگذره. یعنی قرن 14 پیدا شدن اسلام هم تمام شده و ما وارد قرن 15 از بعثت شد. حالا این که چرا مبدأ تاریخ اسلام رو هجرت رسول اکرم قرار دادن و بعثت رسول اکرم قرار ندادن اون امر دیگری است. دلیلش این بود است که هجرت حادثه خیلی عظیمی بوده در اسلام و واقعی که اسلام رو اسلام کرد و به قوت و قدرتش افزود و او را عالمگیر کرد همین هجرت پیغمبر اکرم بود. به این دلیل هجرت رو مبدأ تاریخ گرفتن، ولی در حقیقت پیدا شدن اسلام از بعثت رسول اکرم بوده و 14 قرن بعثت تمام شد. اما مطلب دیگری که من میخواستم عرض بکنم این است که بعثت پیغمبر اکرم و پیدا شدن دین اسلام آخرین و بزرگترین حادثه بوده است در تاریخ ادیان. من خیال نمی کنم که دیگه بعد از پیدا شدن اولا دین اسلام آخرین دین بزرگی است که به وجود آمده. اینو میدونید الان به غیر از دیانتایی که در سرزمینای اقوام زرتشت نمیدونم کنفوسیوس امثال اینا هست، در دینهای دنیای سفید پوست در حقیقت دینهای بزرگ 3-4 تا بیشتر نیست، آخرینش اسلام. در حقیقت 3 تا دین بیشتر نیست، دین حضرت مسیح هست، دین عیسوی است، در حقیقت دین برهمایی است مال هندوها و اینها و دین اسلام. ولی به هر جهت آخرین حادثه‌ای که حادثه بزرگی که در تاریخ ادیان اتفاق افتاد انگیخته شدن پیغمبر اکرم
و بعثت رسول اکرم یک خاصیت دیگر هم داره که من اینجا باید عرض بکنم. پیغمبر اکرم پیغمبری هستن که هویتشون، شخصیتشون، روز تولدشون، روز وفاتشون، وضعشون همه مشخص و معینه. کتاب آسمانی که دارن کتابی است که به ایشون وحی شده و تقریر فرمودن و مسلمین و کاتبان وحی نوشتن. پیغمبران دیگه چنین وضعی ندارن. حتی مثلا در شخصیت حضرت مسیح تردید کردن، البته نه در اینکه حضرت عیسی وجود نداشته، ولی در اینکه این کی بوده، کجا بوده، کدوم یک بوده، چطور بوده، خیلی گفت و شنید هست. و میدونیم که میلاد حضرت مسیح روز تولد ایزدمهر بوده است که او رو تولد مسیح گرفتن، یا تاریخ میلادی رو که مبدأ گرفتن این رو در قرن 10 میلادی تازه شروع کردن که این تاریخ رو رسمیت بدن. یعنی 800-900 سال این گذشته بود که کتاب عهد عتیق و عهد جدید باز زائیده ذهن و فکر یا وحی شده به یک پیغمبر و به یک صورت نیست و اشخاص متعددی درش دخالت داشتن، در حالی که قرآن اینطور نیست. در مدت رسالت پیغمبر اکرم در ظرف 23 سال این کم کم به صورت آیه ها یا سوره ها وحی شده و ثبت شده و از این جهت باز کتاب آسمانی ما برتری داره و یه صورت دیگری داره نسبت به سایر کتاب های آسمانی ادیان دیگر. از جهت دیگری که پیغمبر اکرم خیلی وضعشون مهم و قابل مطالعه است، اون است که ما اصلا اعتقاد به مسلمانی و اینکه خودمون مسلمان هستیم و این مسائل میذاریم کنار. یعنی در تحقیق علمی قاعده همین هست که اگر میخوان مثلا راجع به اسلام یا تاریخ اسلام تحقیق بکنن، اون محقق فکر نمیکنه که من مسلمان هستم یا شیعه هستم، برای اینکه این عقیده قلبی ممکن جلو تحقیق. ما هم همینطور الان در این مقام که بحث میکنیم عقیده اسلامیت و چیز خودمونو که امر قلبی است میذاریم کنار. پیغمبر رو به عنوان یه آدمی که بیرون از اسلام داره نگاه میکنیم. این مرد بسیار فوق‌العاده است، بدون هیچ تردیدی جزء بزرگترین مردانی است که بشریت در دامن خودش پرورده. آدمی که به یتیمی و بیچارگی و گرسنگی و فقر بزرگ شده و این فقر و این گرفتاری و ناراحتی ها اولا سر سوزن در شخصیت این خلل وارد نیاورد. تمام ملکات فاضله اخلاقی رو این بدون داشتن کوچکترین مربی داشته و طوری که تا جوانیش چنان به امانت معروف شده بوده که به سرش قسم می‌خورد. بعد مسئله امی بودن پیغمبر، ولی پیغمبر مکتب نرفته، برای اینکه اصلا تا اون روزی که ایشون به پیغمبری برانگیخته شدن شاید بشه به طور قطع گفت که حتی یک دونه کلاس در شهر مکه تشکیل نشده بوده. یعنی حتی یک محفل برای اینکه الف ب جایی یاد بدن خیال نمی‌کنم که در شهر مکه وجود می‌داشته. من قطع می‌کنم، خاطر معذرت می‌خوام. اتفاقا بر در تایید فرمایشتون در همون جایی که تمام به اجماع روایت کردن، وقتی که اقرا بسم ربک الذی خلق میگم بخوان به نام خدا، من خواندن نمیدونم. بله. بعد که اون افاضه میشه و اشراق میشه. بله. من هیچ کس قرار این است که هیچ کس نمیدونسته، ولی خب اون ذهن تند رو که از پیغمبر اکرم نگرفته بودن، ایشان در سفرهایی که تشریف می‌بردن مرتب اجتماعات رو مطالعه می‌کردن، فکر می‌کردن، دقت می‌کردن راجع به عواملی که قوم عرب رو به اون صورت انحطاط و بدبختی در آورده بوده یا اقوام دیگر رو جلو آورده بوده، اینا رو همه رو مطالعه می‌کردن و همه رو به ذهنشون می‌سپردن و خلاصه عمرشون رو وقف این کار می‌کردن. بعد مسئله مهمتر مسئله اخلاق شخصی این مرد که این واقعاً اینکه گفتن که در قرآن کریم گفته شده است که انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق بزرگ هستی، تو بر اخلاق بزرگ، اخلاق نیکو هستی. واقعا بعضی چیزا هست که آدم وقتی فکر میکنه میبینه که غیر ممکنه تا یه کسی برگزیده خدا نباشه یه چنین اصلا ظرفیتی و تحملی بتونه داشته باشه. مردی بوده یهودی، من نمیدونم چه عنادی هم بوده در این آدم و چه حوصله‌ای داشته که هر روز این سطل خاکروبه و آل و اشغالش رو حاضر میکرده، بالای بام میامده مینشسته منتظر نیم ساعت یک ساعت تا پیغمبر اکرم از زیر دیوار این رد بشن و این سطل خاکروبه رو خالی کنه رو سر هست. هر روز این کارش بوده این برنامه و خسته نمیشده و حوصله‌اش سر نمیرفته. این همه وقتش رو حیفش نمیومده که چقدر وقت صرف کنه و چقدر این کارو بکنه. بارها یاران پیغمبر اکرم
خواهش میکنن که اجازه بفرمایید ما اینو به مجازات برسونیم و سزاشو بدیم. حضرت ممانعت میفرمودن تا یه روزی این اظهار لطف قطع میشه و حضرت رد میشن، میبینن که خبری نشد، فرداش خبری نشد، روز دوم سوم از اصحاب میپرسن که این رفیق ما کجاست؟ بیماره. بله، که به ما هر روز محبتی میکردی، سلام علیکی با ما داشت، نیست. گفتن که بله این بیمار و بستریست و خوابیده. فرمودن که خب این حقی به گردن ما ثابت کرده بود، مدتی بود ما با هم ارتباطی داشتیم و این ارتباط قطع شده، این بیمار باید وظیفه ماست، بر ما واجبه که بریم و احوال پرسیش. و با یارانشون میان و در میزنن و میرن و میگوین که زنش و هر کسی بوده میگوید که آمده از پیغمبر اکرم به احوال پرسی تو. و وقتی که تشریف میارن تو اونجا بعد همین میگن که ما دیدیم که حال تو خوب نیست، شنیدیم که بیماری و باید که میامدیم احوالی از تو میپرسیدیم، آمدیم و طبیعی است که اون آدم چه حالتی پیدا میتونه بکنه. برای اینکه من الان که نقل میکنم بله 400 سال حالتم منقلب شده واقعا. اون آدمی که طرف این قضیه بوده چقدر تحت تاثیر میتونه قرار بگیره و حقیقتا این آدم چقدر باید به غضبش به خشمش مسلط باشه که چنین کاری باید از مسلمان هم شده. بله بسیار خب این قبیل مسائل و از این قبیل هرچه بخواهید در زندگی این آدم هست. آدمی که امروز این همه سطح تربیت و تمدن بالا رفته، زندگی نمیدونم اوج گرفته، اقتصاد چنان شده، علمای بزرگ تعلیم تربیت هنوز نتونستن سطح تربیت رو به جایی برسونن که آدمی اینقدر بتونه مسلط بشه به خودش و یه چنین خلق و خویی داشته باشه. این قرآن کریم معذرت میخوام که میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. به سبب رحمت و مهربانی خدا بود که تو نرم زبانی، نرم سخنی، به قول امروزی سوپلس داری، انعطاف داری. اگر تو درشتخو و سنگ دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده میشدن و واقعا مظهر مهر و مهربانی بوده. این مجسمه و تندیس مهربانی و عاطفه رو باید پیغمبر اکرم نام برد. کاملا صحیحه. عرض کنم که بنابراین این باز یک مطلب که این مرد از نظر اخلاق شخصی، عرض کردم ما دیگه اینجا بی‌طرف به طور خارج از اسلام و اسلامیت و عقیده چیز بحث می‌کنیم. این اخلاقی است که من نمیدونم اخلاق ملکی بگیم، نمیدونم معجزه بهش بگیم، به هر جهت برای کسی دست نداده، دست نمیده، کمتر ممکنه دست بده. حتی برای کسی که سالها ریاضت بکشه برای اینکه خودش رو بخواد تربیت کنه برای این کار، باز ممکنه که چنین حالتی دست نده. و این مرد امی مکتب ندیده، دائم در سفر بوده، دنبال کار و زندگی دویده، به این ترتیب تربیت شده و ساخته شده. بعد میایم سر اثری که ازش باقی مونده، یعنی کتاب آسمانی ما قرآن. این قرآن حالا چقدر روش کار کردن بمانه، تمام نقطه هاشو شمردن، تمام حروفش شمردن، حروف بی نقطه‌شو شمردن، حروف نقطه دارشو شمردن، احکامشو استخراج کردن. خلاصه 1300-400 ساله تمام مغزهای بزرگی که در جامعه اسلامی وجود داشته روی این محور و در حول این محور کار کردن و از این الهام گرفتن، از این بهره گرفتن، از این نور گرفتن. و تا جایی که باز بنده سر کلاس گاهی میگم که این ادب فارسی روی دو پایه فقط قرار داره. یکی حماسه ملی ایرانه و روایت‌های ملی، یکی هم قرآن و مسائل اسلامی، یعنی اون چه در قرآن کریم هست و اون چه از قول و فعل و تقریر پیغمبر، یعنی از سیره پیغمبر در حقیقت نقل شده. این اساس تمام مسائل هست. بسیار اتفاق میفته که ما یه حرفی یه شعری رو میبینیم خیلی به نظرمون جالب میاد و فکر میکنیم عجب کلام پسندیده است، بعد نگاه میکنیم میبینیم که این ترجمه یه حدیث نبوده و اینقدر زیاده این قبیل چیزها، چون هزار حدیث نقل شده از پیغمبر اکرم، به قدر اینا زیاده که احتیاج به شاهد نداره. و حتی در بعضی موارد آدم حیرت، مثلا در شاهنامه فردوسی دیگه آدم دنبال حدیث کمتر ممکنه بگرده، ولی میبینیم که مثلا اونجا میگه نخستین فکرت پس این شمال، توی خیشتن را به بازی مدار. این ترجمه حدیث اول الفکر آخر العمل مثلا. و این همه احادیث مثنوی، این همه در گفته‌های صوفیه و اینا که اصلا اساس و مبناش به کلی صحیح. و این گفته ها و اون چه از پیغمبر باقی مونده، چه به نام کلام خدا و چه به نام کلام خود ایشون،
تمدنی رو پایه‌گذاری کرده و اساسی رو گذاشته است در تصوف و افرادی رو پرورده است از قبیل مولانا مثلا جلال الدین و امثال او که کارهاشون به عنوان بالاترین نقطه تربیت بشری شناخته شده است در تمام جنبه‌ها، از نظر فرهنگی، از نظر علمی، از نظر تربیتی، از نظر اجتماعی، از نظر قانونگذاری. پایه‌گذار یک تمدنی شد که این تمدن 1000 سال، بیش از 1000 سال به طور قطع روشن‌ترین تمدنی بود که در دنیا می‌درخشید. در همون دوره‌ای که اروپا در ظلمت قرون وسطایی عجیب و غریب خودش فرو رفته بود، این تمدن اسلامی بود که بزرگترین نقطه روشن دنیا بود و کتاب‌های دانشمندان اسلام بود که سرچشمه ترقیات بعدی قرار گرفت و اصلا چراغ مشعل علم رو در اروپا روشن کرد. آثار رازی و ابوعلی سینا و امثال اینا ترجمه شد و مبنا قرار گرفت برای اینکه این تمدن بعد کم کم به صورت تمدن امروزی مغرب زمین در. به هر حال همه این بناها همطور که عرض کردم از اون حضرت است و به همین دلیل هیچ فرد مسلمانی نیست که به انواع اقسام صورت‌های مختلف از نظر پرورش شخصی، از نظر اخلاق، از نظر حقوقی که در جامعه داره خودش رو مدیون اون حضرت ندونه و این عرض کردم غیر از اعتقاد قلبی است. بسیار بسیار بیان مشبع، مقنع و کافی بود. از نظر کیفیت عظیمتر از کمیت، برای اینکه در این مدت کم خیلی مطلب فرمودید. خیلی متشکرم هستیم. میفرمایید آقای پژمان. میدونید که در شعرخوانی یک هنری دارم و اون این است که اگر شعر سعدی رو هم بخوانم شنونده تصور میکنه من شعر مجرم خراسانی یا درساد ملک معارف رو دارم میخونم. این است که تمنا میکنم اگرچه در این شعر اونطوری که باید و شاید نتوانستم، فرصت نداشتم برای تصحیحش و اصلاحش و بهتر کردنش، ولی همین که هست ظاهر و باطن از شما استدعا میکنم لطف بفرمایید. با اینکه خسته هستید و خیلی کار کرده اید از دیگه انشاءالله به قول معروف ما لا یدرک کله لا یترک کله، حالا اگر همش هم نتونیم خوب بخونیم یه خودش شاید سعی بکنم که حقش ادا کنم. متشکرم. ای زبان کو بیان گوهریت، ای زبان کو بیان گوهریت، چه شد ای طبع آن سخنوریت. چه شد است این زمان که خاموشی، راست گویی زبان نی گوشی. ای زبان خیراندوز، عید والای مبعث است امروز. ز آتش حق چراغ دل برکن، مدح سالار انبیا سر کن. چون زبان از من این دقیقه شنفت، شمسان آتشین دهان شد و گفت گرچه راهم گشاد دامان است، مدح شاهی چو او نه آسان است. من اگر مهر منجلی باشم، در سخن تالی علی باشم، گوهر مدح او توانم سفت. لیک تا منم چه دانم گفت، خاتم انبیای مرسل اوست. ای عجب آخر اوی و اول اوست، مژده بعثتش ز رب مجید، چون به 40 سالگی رسید. گفت جبریلش ای محمد هان، دیده بگشای و این نوشته بخوان. گفت وقت طبع خسته من، چشم باز و زبان بسته من. گفت جبریلش ای گزیده رسول، روح چون گل کجا و طبع ملول. گر به مکتب نرفته ای غم نیست، گر به مکتب نرفته ای غم نیست، کنچه این لحظه یافتی کم نیست. همه تن دیده شو که حق اینجاست، ای محمد معلم تو خداست. مست وحدت شو از کلام خدا، ای محمد بخوان به نام خدا.
خواند و شد زان فصاحت عربی عقل حیران که این چه بوالعجبی. او پیامبر شد و جهان کافر، او همه حق و عالمی منکر. با عقاید ستیزه دشوار است، رنج دیناوران گرانبار است. لیک این نکته عالم افروز است که حقیقت همیشه پیروز است. پشتبانش ز لطف لم یزلی ذات پاک خدیجه بود و علی. دست بر دست هم درفکندند، کاخ الحاد را برافکندند. دست بر دست هم درفکندند، کاخ الحاد را برافکندند. من خودم از شعر شما لذت بردم ولی حقش ندارستم ادا بکنم. بسیار بسیار سلیس، منسجم و استادانه بود آقای. از دل برخواسته. حق همین. خب حالا با اجازه دوستان به قسمت بعد میرسیم و برای اینکه سرور امروز رو کمال ببخشیم از خواننده اولمون یعنی آقای ایرج، خواننده خوش صدا و گرم نوا، خواهش میکنم که چند بیت از مثنوی مولوی رو که من در اول برنامه وعده دادم ایشون در همون حالت مثنوی و همون حالت وجد و سماعی که باید ببخشن بشنم. وحش خوش فرمود پیغمبر که من همچو کشتیم به طوفان زمان ما و اصحابم چون کشتی نوح هر که دست اندر زند یا بد فتوح همان مگسل از پیغمبر ایام خویشان تکه کم کن بر فنا بر کام خویشان
بوی خون از یار من چون محمد بوی رحمان از یمن بسیار بسیار متشکرم آقای ایرج. بسیار بسیار لذت بردیم. خیلی خوب. خب حالا بعد از آواز گرم آقای ایرج باز می رویم بر سری قطعه شعر. بله بله. و اون قطعه شعری است از سعدی در بوستان هست و از آقای توفیقی دوست عزیزم خواهش میکنم با صدای قشنگشون این شعر رو بخونن باز بیشتر لذت ببریم. خواهش میکنم. شروع. امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، مهبت جبرئیل، کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه 7 ملت بشست، شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. واقعا بهتر از این دیگه نمیشه. نماند به عصیان کسی در گرو، خود شعرم عرشی که دارد چنین سیدی پیش رو. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. خیلی متشکرم. آفرین آفرین آفرین. شعر خوب و شما خوب خوندید آقای توفیقی. خب حالا بعد از این شعر سعدی و شعر والا و متعالی سعدی، قطعه انتخاب کردم من از کتاب قرآن در عصر فضا نوشته
دانشمند گرامی آقای سید عبدالرضا حجازی و من خواهش میخوام بکنم از دوست عزیز آقای قربانی که این قطعه رو بخونن برای ما و برای شنوندگان البته. چشم. استدعا میکنم. ایشون نوشتن ادوارد لمبرت که از پایه‌گذاران جدید علوم حقوق تطبیقی است و همچنین رنه داوید چهره درخشان دانشگاه پاریس در رشته حقوق صریحاً میگویند حقوق اسلام یکی از روش‌های پیشرو و متحرک حقوق در جهان امروز محسوب می‌گردد. داوید دو سانتیرانا یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان ایتالیا و تکنسین حقوق بازرگانی می‌نویسد مغرب زمین شناسایی خود را در حقوق مرهون حقوقدانانی می‌داند که زیربنای حقوق اسلامی را استادانه پیریزی کردند. وسعت و قلمرو حقوق اسلام با هیچ یک از قوانین غربی کشورهای مغرب زمین قابل قیاس نیست. این نظر در آخرین چاپ دایره المعارف بریتانیا قریب بدین مضمون بیان شده که شریعت اسلام ناظر بر جمیع شؤون زندگانی فردی و اجتماعی بشری است، از جمله تکلیف دینی، اخلاقی، مدنی و کیفری هر فرد مسلمان. دکتر جوزف شاخت تا آنجا برای حقوق اسلامی اهمیت قائل است که می‌نویسد آنگاه به ارزش حقوق اسلامی و آیات قرآن پی میبرم که در دانشگاه‌های مترقی جهان وقتی برخی از دانشجویان رساله خود را در حقوق اسلام انتخاب می‌کنند، توجه اساتید و داوران را به خود جلب می‌کنند و آنان را به تحقیق در این زمینه وادار می‌سازند و اساتید چنان تحت تأثیر واقع می‌گردند که مردی مانند پروفسور گیب از اعماق قلب و ژرفنای فکر می‌گوید حقوقدانان قرن دوم هجری یعنی فقهای اسلامی پایه‌های حقوق را چنان استادانه ریختند که از دیدگاه کمال منطقی یکی از درخشان‌ترین کوشش‌های تفکر و اندیشمندی انسانی است. آفرین. خیلی خوب نوشتید، شما خوب خوندید و یک زاویه‌ای بود از دیدگاه به اصطلاح دیگران و مستشرقین و کسانی که در دین اسلام غور و بررسی دارن. باز یک قطعه از همون کتاب قرآن در عصر فضا نوشته دانشمند گرامی آقای سید عبدالرضا حجازی انتخاب کردم که اون قطعه رو خواهش میکنم آقای توفیقی بیان بفرمایند. خواهش میکنم. برنارد شاو فیلسوف شهیر انگلیسی می نویسد محمد بزرگترین پیامبران است و هرگاه بر دنیای کنونی حکومت می کرد کلیه عقده‌ها و مشکلات بشریت را یکی پس از دیگری با سرانگشت حکمت و درایت خود می گشود. من معتقدم که دین محمد یگانه دینی است که با تمام ادوار زندگی بشری مناسب است و قابلیت آن را دارد که هر نسلی را به خود جلب کند. گوته شاعر و نویسنده مشهور آلمانی می نویسد هرقدر که ما قدم در راه علم و دانش بگذاریم پرده جهل و تعصب نابجا را دریده ایم و عنقریب است که قرآن توصیف ناپذیر عالمیان را به خود جلب کند و تأثیر عمیقی در علم و دانش جهان بگذارد و سرانجام محور افکار مردم سراسر گیتی گردد. شنیدید که میگن الفضل ما شهد به الاعداء، مقام و فضل و برتری و فضیلت اون است که دشمن به شهادت بده. اینا دشمن نیست، البته دوست اسلامن ولی خب مسلمان نیستن و از زبان دیگران بله غیر مسلمان که هستن دیگه، دیگرانن در حقیقت. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اجازه بفرمایید که باز یک قطعه موسیقی بشنویم به مناسبت سرور امروز و شادی امروز با آواز خواننده جوان و صدای خوشش و نغمه بسیار بسیار دلانگیزش آقای وفایی و بعد البته من خواهش میکنم باز این قطعه آقای وفایی از خسرو شیرین نظامی درباره نعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله میخونم و بعد میرویم بر سر اون قطعه شعر حقیر که بنده وعده کردم و عنوان وحی داره، در پایان میخونیم و خداحافظی میکنیم. آقای وفایی صدا میکنم.
محمد کافرینش هست خاک هزاران هزاران آفرین بر جان چراغ افروز چشم اهل بینش فراز کارگاه ریاحین بخش باد صبحگاهی کلید مخزن گنج یتیمان را نوازش در نسیمش از آنجا نام شد در خلیل از خیل تا شام سپاه کلیمت چاوشان بارگاه
کلیمت غیر کاشان سپاهم کلیمت شان بارگاهش کلیمت شان آفرین آقای وفایی. متشکریم. دیگه الاکرام بالاتمام بود. آواز آقای ایرج رو کمال بخشید و تمام کرد. آقای وفایی خیلی جناب مجروح. اگه اجازه بدید منم به اصطلاح آخرین کلام منه و این قطعه شعر رو میخونم. منتظریم مستفیض بفرمایید. عنوان این قطعه شعر همونطور که عرض کردم وحی هست در یک قالب آزاد، چون به خود معنی گسترده بود من نتوانستم در قالب قدیم این رو بسازم. در آن ایام خاک فتنخیز مکه یعنی مهد بدکاران درون ظلمت جهل و تباهی دست و پا میزد. توانگر آتش حسرت به جان بینوا میزد. ستمکش بر در هر خانه دست التجا میزد. شبانگاهان نوایی غمفزا در نای مرغ شب گره میخورد. سحرگاهان خروس صبح اگر میخواند گروهی تیر جان بی سعادت را سلام میزد. به هر کس میرسیدی حربه الحاد در کف داشت. رهی گر پیش پایی بود راه ننگ و پستی بود، وگر رنگی به رویی بود رنگ بت پرستی بود. محبت، مردمی، انصاف، پاکی، پاک اندیشی میان توده ها گم بود. چپاول، زورگویی، ناجوانمردی، تبهکاری یگان کار مردم بود. در این هنگامه ها مردی غمین با چشم تر هر شب به کوه نور در غار حرا می رفت. همه شب با غمی سنگین به بال مرغ اندیشه ز کوه نور تا عرش خدا می رفت. لبش خاموش بود اما سراپایش پر از فریاد به پرواز خدایی تا دل بی انتها می رفت. تنی لرزان، دلی ترسان ز بیم حق تعالی داشت و در آن غار تنهایی روانی روشن از کروبیان عرش اعلی داشت. بدان این مرد برتر آشنای راز سرمد بود. از این دلبستگی ها و از تعلق ها مجرد بود. ستوده بود و پاکان جهان آفرینش را سرآمد بود. نفس را نکهت جاوید میبخشم به نام او. مهین پیغمبر عالم، همای عرش پرواز، فلک سیر فلک پیما، ابر مرد جهان آموزگار ما محمد بود. ولی او آن یگانه، آن فلک سیر خدا پیوند، به همراه دلی نورانی و عزمی گران چون کوه، ز کوه نور شبها دیده بر ام القری می دوخت و در اندوه جهل مردم ام القری می سوخت. به ماه روزه یک شب کوه نور آبستن رمزی خدایی شد. شبی رخشان ز بام آسمان آبی مکه، ندانم عرشیان از خوشه پروین به دربار محمد در حرا گل می‌فرستادند و یا با ریزش صدها ستاره آسمانی ها زمین را بوسه می‌دادند. شبی حیرت فزا دست خدای آسمان ها بر سر کعبه گل مهتاب می‌پاشید.
به چشم مردم ام القری در آن شب روشن ز بام لاجوردی سرمه‌های خواب می‌پاشید. در آن مهتاب شب غار حرا خورشید در خود داشت. محمد در دل غار حرا در خویش گریان بود. شبستان وجودش پر ز نور پاک یزدان بود. در آن هنگامه شهر مکه بود و خواب و مدهوشی. محمد بود و شور جذبه و بانگ نفسهایش. در آن شب حال مهمان حرا نقشی دگرگون داشت. شراری بود از دنیای غیبی در سراپایش. دل کوه حرا شد گرم، گمان کردی که نبضش بی امان میزد. تو گفتی میدود نور خدا در جوی رگهایش. به کوته لحظه‌ای چشم محمد گرم شد از خواب، ولی در خویش حیران بود. به ناگه برق زد در پشت چشمش، دیده را وا کرد. ز پشت دیدگان تا عرش نوری را تماشا کرد. به خود لرزید از وحشت، نگاهی پر ز اندیشه به سوی آسمانها کرد. دهانش باز ماند از حیرت نوری شبانگاهی. صدای نبض خود را میشنید از دهشتی سنگین. به چشمش هر ستاره بود چون گلبوته‌ای رنگین. به دیدار شگفتی ها ز جای خیشتن برجست. عرق چون شبنم سردی به چهره روشنش بنشست. غریوش در دل کوه حرا پیچید. فغانش از زمین بر رفت و در عرش خدا پیچید. به بانگی پرتضرع گفت کریما، کردگارا، پاک یزدانا، خداوندا. حکیما، مهربانا، بی نیازا، بی همانندا. ببخشا بر محمد لطف جاویدان سرمد را. بگیر از مهربانی دست لرزان محمد را. مرا در کشف راز غیب یاری ده، به جان من توان پایداری ده. کریما سخت حیرانم، چه میبینم نمیدانم. محمد در سخن با خویش بود آنگاه، چون تندر نوایی آسمانی در دل غار حرا پیچید. صدایی در زمین از سوی عرش کبریا پیچید. در آن دم بانگ یزدان بنده خود را ندا می‌داد. محمد مات و حیران گوش بر بانگ خدا می‌داد. بخوان، خوان ای محمد. گفت من خواندن نمی‌دانم. ندا آمد بخوان، با من بخوان ای امی مکه. به ناگه چشمه نوری به جان پاک او تابید. دوباره این ندا آمد، بخوان ای بارگاه کبریا را بهترین بنده. بخوان بر نام قدس پرشکوه آفریننده. خداوندی که انسان را ز خون بسته می سازد. بخوان بر نام پاک خالق اکرم، به نام آن که دانش را به نیروی قلم آموخت. به نام آن خداوندی که از رحمت به جان مردم نادان چراغ معرفت افروخت. محمد از شکوه وحی می لرزید. در آن ساعت محمد بود و شهر مکه و وحی خداوندی. پس از آن شب جهان داند که در گفتار پیغمبر سخن از عشق حق بود و حدیث آرزومندی. محمد از دل ام القری این نغمه را سر داد که ای انسان، خدا یکتاست، به جز یکتا پرستی هیچ راه رستگاری نیست.
به دیگر راه ها گر پا نهی جز رنج و خواری نیست. در این آیین جاویدان لب خود را فرو بند از سپیدی و سیاهی ها. تو را تا کی سخن از قصه رنگ است؟ در این آیین سخن از رنگ ها ننگ است. به کیش راستین ما گرامی تر بود آن کس که در وی گوهر تقواست. گر از شرق است ور از غرب است، گر از روم است گر از زنگ است. چه گویم ای محمد، چه گویم ای محمد، ای مهین فرزانه عالم. تو در عرش سخن جا داری، اما در مدیح تو مرا پای سخن لنگ است. گزیده طرز تو در پهن دشت آفرینش کیست؟ ستایش را توانم نیست، میدان سخن تنگ است. ولی با جاودان نام تو هر روز و هر شب در دل گیتی بهین گلبانگ جاوید است. سخن از تو به بام هفت اورنگ است. محمد جان، زوالی نیست گلبانگ حقیقت را. به یاد تو ز مهد خاک تا نه گنبد افلاک، همیشه هر زمان هر روز طنین افکن نوایی گرم آهنگ است. بسیار عالی بود، بسیار عالی. خیلی شعر متول بود و مصدق شدم، ولی خب بیان دلم بود و بیان اون احساس و عقیده‌ای که به این آستان مقدس بزرگ دارم. خب یاران و دوستان عزیز بزم شاعران، برنامه ما به همین جا پایان میپذیرد. از همه شما خداحافظی میکنیم و برای شما روز خوش و دل شاد می‌طلبیم. روز بخیر.